اما راه حل امروز ما آقای پزشکیان هست، خب انتخاب مردم، خب نیازی نیست. ما چالش‌های سیاسی زیادی داریم امروز که می‌خوایم اون اختلاف نظرهای سیاسی رو یک راه حل بدیم بدون هیچ مشکلی همه چیز حل بشه. رئیس قوه مقننه یعنی مجلس مشخصه، با انتخاب مردم مجموعه انتخاب شده، رئیس مجلس انتخاب شده، رئیس رهبر مشخصه، رهبر رو یه مجموعه انتخاب مردم بوده، اونها انتخاب کردن رهبر رو، کاملا مشخصه، و رئیس قوه قضاییه که رهبری انتخابش کردن. این رؤسای قوای کشور اینها رو دست نمیزنه، هیچ کار نداره، تمام زیر مجموعه اونها رو اصلا مهم نیست اینها دست بخورن، لازم نیست دست بخورن، تمام زیر مجموعهشون رو مردم انتخاب کنن. شما مشکلی میبینید بیاد دست بزنید به اینا که چی بشه، هیچ نیاز نیست دست بخورن. نمیخواد چالش سیاسی، اصلا نمیخواد نه کسی خودشون ناراحت بکنه، تمام زیر اینا باشن، رهبرم تا انتها باشه، از رهبر بعدی هر 8 سال انتخاب بشه، تمام زیر مجموعه رو ما بیایم چیکار بکنیم، انتخابات مردمی بشه. این عالی ترین انتخاب چی؟ نظریه حاکمیت مدیریت جمهوری مدیریت مطلق مردمی، نظریه‌ای که اسمش رو گذاشتم، نظریه خودمه، نظریه گلستانی. خب این رو میاید اینطوری انتخاب میکنید، هیچ کس هم دچار چالش نمیشه، هیچ چالشی هم به وجود نمیاد، هیچ کسی هم نمیتونه اعتراض بکنه، هیچ کسی هم نمیتونه مشکل داشته باشه. بهترین رهبر دنیا رو داریم، امام خامنه‌ای این کار رو برای ما ان شاءالله خواهند کرد، تمام رؤسای قوه دیگه هم همه همکاری خواهند کرد، چرا نشه؟ بهترین کشور دنیا میتونه این کار رو رقم بزنه، تمام دنیا جمهوری‌هاش بهترین هاشه، اما شما میخواین اون رو بالاترش ببرید. جمهوری بهتر از حاکمیت کلیسا بوده، 400 سال تا 600 سال جنگ‌های درون مذهبی قرون وسطای مسیحیت. ببینید چه کار کردن حاکمیت کلیسا، حاکمیت عباسیان و امویان چه جنایت‌هایی رو به کار بردن، حاکمیت‌های دینی که والی قرار میدن چه جنایت‌هایی وحشتناک به وجود آوردن، حاکمیت پادشاهی چه ظلم‌ها و جنایت‌هایی رو کردن. جمهوری‌ها بهترین عدالت‌ها رو برای بشر آوردن، اما جمهوری‌هایی که ناقصن و لابی‌های سیاسی اون جریان فسادی و سیاسی رو، حتی اگه بهترین افراد دنیا در رأس این جمهوری‌ها و قواش قرار بگیرن، اون فسادها رو ایجاد میکنه. ما هر چه داریم از مشروطه و جمهوری که ملت ایران به خواب شبش نمیدید که امام خمینی رحمت الله علیه برای ایران به ارمغان آورد، بی‌نظیرترین مردم رو از رعیت بودن خارج کرد. مردم بیایید و این راه حل رو ان شاءالله به دست توانای رهبر عزیزمون امام خامنه‌ای انجام بدیم. همه با هم میریم جلو و تمام قوا همکاری خواهند کرد و این اتفاق هم میفته بدون هیچ مشکل و تنش سیاسی. همه باید این را بدانند و پخش بشه و همه این ارتقا رو میدن. تمام کشورهای دنیا باید این ارتقا رو داشته باشن ان شاءالله. قربونتون برم، در پناه خدا، مؤید پیروز باشید.